خب نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. ابتدا تشکر کنم از همه دوستان عزیزی که پیروزی عدالت و مقاومت در دادگاه واشنگتن رو تبریک گفتن و تقریبا همه به زبانی این واقعیت رو تکرار کردن که هر جا ذره عدالت باشه مقاومت ایران هست که پیروز میشه و سیاست کثیف مماشات با رژیم آخوندی محکوم میشه و باز تقریبا همه بر عزم خودشون برای پایداری و حمایت از مقاومت ایران تا پیروزی نهایی تاکید کردیم. دوست عزیزم ابوالفضل از اصفهان با تشکر بابت عکسایی که فرستادی، خیلی خوشحالیم که بیننده پیک شادی هستی. در مورد سوالت هم جداگانه جواب خواهیم داد. رسول امین، حمزه آذرک، علیرضا افشارچی، مطالب و تصاویر ارسالیتون خیلی خوب بودن، تشکر میکنم. دوست گرامی فرشته امیدوار بابت پشتیبانی ارزشمندتون از پیک شادی بسیار ممنونیم. محمد عزیز از استرالیا، خبرها و مطالبت رسید، احسنت به تیزبینی و دقتت. دوستان گرامی اصغر و زهرا خیلی ممنون بابت نامه پرمحبتتون و تبریک متقابل بابت پیروزی مقاومت. انشالله که همیشه قرین شادی و جشن و پیروزی باشید. دوست عزیز شهاب 55 ممنون بابت اطلاعات و کلیپی که فرستاده بودی. همینطور تشکر میکنم از دوست گرامی شیرین به خاطر مصاحبه جالبی که برامون فرستاده بودین. شما زحمت طراحی برای نحوه استفاده ازش هم در واقع کشیدین که از این بابت هم تشکر مضاعف میکنم. نیمته از آمل ممنون بابت کلیپ طنزی که در مورد خامنه‌ای فرستادی، به شکل مناسب ازش استفاده خواهیم کرد. میم راهی شعر قشنگت به دستمون رسید. کامبیز محمودپور پیشنهاد قشنگت در مورد نحوه شرکت در گردهمایی بزرگ ایرانیان در ویلپند به دستمون رسید، در حد امکان دنبال خواهیم کرد. برای خودت هم پاسخی در همین مورد فرستادی. حسن خان از کرج، حسن هادی، علی ایرانی و دوست گرامی میترا تشکر میکنم بابت طنزهای جالبی که برامون فرستادین. امیدوارم که همیشه ما رو مورد پشتیبانی خودتون قرار بدید.